بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق و شنوندگان ارجمند رادیو پیام اسلام، در این لحظات آسمانی خدمت تک تک شما بزرگواران و عزیزان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که در سایه توفیقات الهی در این روزهای مبارک به سر ببرید و از این لحظات مبارک دهه اخیر ماه مبارک رمضان فیض ببرید. خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سری برنامه‌های ویژه رمضانی، برنامه لحظه های آسمانی، همراه با استاد بزرگوار استاد فضل الحق سلیمانی. در این برنامه خدمت شما هستیم. من در آغاز برنامه از طرف شما و خودم خدمت جناب استاد سلیمانی عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم عرض سلام دارم، ادب و احترام خدمت شما استاد عزیز و همچنین خدمت همه بینندگان و شنوندگانی که صدا و تصویر ما رو دارن و امیدوارم که در این روزهای باقی مانده از ماه مبارک رمضان هم توفیقات روزافزون الله متعال خیرین راه همه ما و امت اسلامی باشه. تشکر جناب استاد. خوب بینندگان عزیز و گرامی، قبل از اینکه به موضوع برنامه اشاره کنم، البته فراموش نکنین که در روز پایانی 24مین روز ماه مبارک رمضان قرار داریم و ساعت بعد شب 25م داخل میشه و در این شب از جمله شب‌هایی است که احتمال زیاد میره شب قدر باشه. قدر شب را بدانیم و برای خودمان و خویشاوندان و بالاخره امت اسلامی دعای خیر بکنیم و البته ما را هم از دعای خیرتان که از جمله امت اسلامی هستیم فراموش نکنید. خوب عزیزان، در برنامه قبلی یا در جلسه قبلی همراه با جناب استاد سلیمانی در رابطه و بانوان قرآنی صحبت داشتیم و از مریم علیه السلام صحبت کردیم، از آل عمران، از این خانواده که قصه های یا حکایت های حضرت مریم و زکریا و مسیح با هم پیوند داره. به گوشه از اینها البته جناب استاد سلیمانی اشاره کردن و اگر بخواهیم در ارتباط به یکی از این زنان یا بانوان قرآنی صحبت کنیم، من فکر نکنم که در چند برنامه ما بتانیم از عهده این کار براییم. اما در این برنامه فقط اشارات میشه، فقط به گوشه های از زندگی این بزرگ زنها و بانوان بزرگ اشاره میشه تا همه من به خصوص خواهران گرامی این زنها را، این بانوان قرآنی را الگوی خود قرار بدهند و در مسیر زندگی از زندگی اینها پند و عبرت‌های بگیرند، چون در حکایت هر یک از این بانوان پندها و اندرس‌ها و عبرت‌های بیشمار نهفته است، چنانچه در و تعبیر قرآن کریم لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، برای صاحبان خرد در قصه ها و حکایت های پیامبران و بالاخره زنهای قرآنی عبرت های نهفته است.
در این برنامه نیز و دو تن از بانوان قرآنی که حضورشان در قرآن کریم خیلی ها پررنگ است اشاره میکنیم. خب جناب استاد سلیمانی، برمیگردیم خدمت شما. در برنامه قبلی البته در باره مریم علیه السلام صحبت های خیلی ها جالب داشتین. البته قسمی که من اشاره کردم یک اشارات بود، یک به شکل تیتروار ما گذشتیم و از حکایت رد شدیم و من امیدوار هستم که خواهرهایی که اهل تحقیق هستند، اهل مطالعه هستند، میتونن با استفاده از اشاره ها به گوشه های دیگر از زندگی این بزرگ زنها پی ببرن و مطالعه کنن و بخوانن. نمیشه که دیگه دی برنامه های مختصر به همه جنبه ها و ابعاد زندگی این بزرگ زن ها اشاره کنیم. خب جناب استاد، فکر کنم دو بزرگ زنه که دیگری که حضورشان در قرآن خیلی پررنگ است که ها هستن، اگر شما اشاره کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. همون گونه که اشاره فرمودید ما فقط از بانوانی که به صورت خصوص، یعنی به ذکر افراد در قرآن کریم، حالا چه به صورت ذکر نام به صورت مستقیم مانند مریم علیه السلام و یا دیگر بانوان بزرگواری که هستند اشاره شده، ما اگر بخوایم به همه بپردازیم وقت بسیار طولانی و برنامه ها میخواد. اما فقط به عنوان یک چیدن گلهایی از این گلستان بزرگ اشاره کردیم در برنامه گذشته به مریم علیه السلام یا همون آل عمران که شما اشاره فرمودید که مریم به هر حال و عیسی علیه السلام از به هر حال بزرگترین سرمایه های آل عمران هستند. اجازه بدید که در ابتدای این برنامه بریم سراغ آل ابراهیم علیه السلام. وقتی که صحبت از آل عمران شد، از آل ابراهیم هم صحبت کنیم. همون جایی که الله متعال فرمود که الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. الله متعال فرمود که من برگزیدم آدم، نوح و آل ابراهیم و آل عمران رو بر تمام عالمیان. ابراهیم علیه السلام درباره خودش که نمیتونیم صحبت کنیم، چون اگر بخوام درباره ابراهیم علیه السلام صحبت بکنیم تا آخر رمضان فقط باید درباره خود صفاتی از ابراهیم علیه السلام باید صحبت بکنیم و همین کافی که الله متعال فرمود ان ابراهیم کان امتا. ابراهیم یک امت بود، ابراهیم یک فرد نیست. الله تعالی فرمود این مرد، این یک نفره، ولی این یک نفر به اندازه یک امت کار کرده و همین افتخار برای ابراهیم علیه السلام بسته که ابوالانبیاء است و پدر تمام انبیا بعد از خودش. تمام انبیا که بعد ازشون اومدن فرزندشون هستن. و اینکه جناب استاد واقعا نقطه جالب اشاره کردین. میشه خودش یک عبرت باشه، خودش یک درس بسیار بزرگ باشه که هر کدام از ما چه مرد باشیم چه زن میتونیم که مانند یک امت کار کنیم، مانند یک دقیقاً انسان مسلمان وقتی که پدر ما ابراهیم علیه السلام وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم رو خطاب میکنه، الله متعال میفرماید و تمام امت اسلامی رو میفرماید ملت ابیکم ابراهیم، ملت پدرتون ابراهیم، چون پدر همه ما رسول صلی الله علیه و سلم هستن، ایشون پدر جد بزرگوار رسول صلی الله علیه و سلم هست و میطلبه که همه ما یک امت باشیم. حالا در همین صحبتی که شما فرمودید اگه بخوایم امت باشیم اول باید ببینیم خانواده‌مون مثل ابراهیم بکنیم، یعنی اول باید ما مثل ابراهیم زندگی بکنیم تا مثل ابراهیم یک امت بشیم. حالا من میخوام که حالا یک بعد دیگری از بخش زندگی ابراهیم علیه السلام رو ما بررسی بکنیم و اون بخش، چون بحث ما بانوان هست، همسران ایشون. ما در قرآن کریم وقتی که درباره همسران انبیاء الهی علی خصوص ابراهیم علیه السلام صحبت میشه، دو نفر از همسران ابراهیم علیه السلام، ما دو نفر رو در قرآن کریم میبینیم که اشاره میشه به اونها بدون ذکر نام. البته ما در سوره مبارکه هود الله متعال وقتی که صحبت میکنه از ساره همسر اول ابراهیم علیه السلام بدون ذکر نام با تعبیر و امرأته قائمتون، همسر ابراهیم علیه السلام وقتی که فرشتگان الهی رفتن تا خبر هلاکت قوم لوط رو بدن بهشون و بشارت اسحاق را به ساره بدند، الله تعالی میفرماد اون پشت ساره ایستاده بود و خندید وقتی که بهش بشارت دادن، از اونجایی که سن خیلی بالا بود، بالای به هر حال سنی که امید فرزنددار شدن بود، یعنی پا به سن گذاشته بود، بالای 80 سال گفته میشه که سنشون بود و تعجب کرد. قالت یا ویلتا الد و انا عجوز
من پیرزن بچه دار میشه. تقریبا این حکایت حضرت زکریا مثل که در حکایت برنامه حضرت قبلی زکریا شما که ذکر اشاره کردیم. کردیم که از امید به فرزنددار شدن نداشتن، در حالی که عقیم بود در جوانی و سنش عقیم بود، سنشون هم بالای 80 و حضرت یحیی هم بالای 95 و خود ابراهیم علیه السلام بالای 90 بودن که فرزنددار شدن، یعنی حتی 90 سالگی فرزنددار نمیشدن. از ساره اگر شروع بکنیم، حضرت ساره همسر ابراهیم علیه السلام هست، از خویشاوندان و نزدیکانشون هم هست، یعنی از اقوامشون هم هست، از اقوام نزدیک ابراهیم علیه السلام بود، در کمالات، در جمال، یعنی زبان زد بوده حضرت ساره. حضرت ساره با ابراهیم علیه السلام هجرت میکنن، میرن به مصر، میرن و در مصر اتفاقاتی میفته و خلاصه اونجا در یک مسیری پادشاهی قصد آزار و اذیت داره و نیت سود داره و حکایتی پیش میاد و اون پادشاه بعد از اینکه قصد سود داره نسبت به حضرت ساره و الله متعال دستش رو خشک میکنه به دعای حضرت ساره، یک بار، دو بار، سه بار این اتفاق میفته و هر بار از حضرت ساره میخواد که این دست من رو دعا بکن برگرده، من باید کاری ندارم. بار سوم سرانجام توبه میکنه اون پادشاه و به خاطر جبران این گستاخی که صورت گرفته، وقتی که پی میبره که واقعا این بانو یک بانوی عادی نیست، صاحب کرامات، میبینه که واقعا دستش خوش شده بود، اگه ول نمیکرد این دست شده همینجوری میموند، اگه دعا نمیکرد، میاد و یکی از کنیزان خودش رو به اسم هاجر هدیه میده به ساره. این اسم هاجر خیلی مهمه. این اسم هاجر ما باش کار داریم، من میخوام اینو مد نظر باشه که هاجر یک کنیز بود. هاجر یک کنیز بود. کنیز. ساره از اقوام ابراهیم علیه السلام، اما هاجر کنیزه، یک کنیزی که پادشاه هدیه داد به ساره به خاطر اینکه دلشون رو به دست بیاره و معذرت خواهی بکنه به نحوی ازشون. هاجر کنیزی است که میاد. این هاجر مادر انبیای الهی است. هاجر مادر بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم. هاجر مادر اسماعیل ذبیح الله است. هاجر تاریخ مکه است. اولین ساکن مکه. بهش میرسیم، هاجر میرسیم. بذارید درباره حضرت ساره صحبت کنیم تا برسیم به حضرت هاجر. حضرت ساره خب الان یک کنیزی هم بهشون داده میشه و سه نفری حضرت ابراهیم تصمیم میگیره دیگه در مصر نمونه، برمیگرده به فلسطین. وقتی که برمیگرده ایشون فلسطین، بعد الان حضرت ابراهیم دوست داره که فرزند داشته باشه، فرزنددار نمیشه، بالای 90 سال سنشه، فرزند نداره و ساره هم پا به سن گذاشته، سالها با هم زندگی کردن، صاحب فرزند نشدن. خواست خداوند این بوده که صاحب فرزند نشدن تا الان. ابراهیم علیه السلام سخت علاقه‌مند یک فرزنده، یک نبی، دوست داره که نسلش ادامه پیدا بکنه و دوست داره که این رسالت ادامه پیدا بکنه بعد از اون از نسل خودش. ساره یک بانوی زیرک که در خدمت همسره، خواسته های همسر براش مهمه، یک بانوی با تقواست، با خداست که براش مهمه که همسرش که یک انسان متقی است، یک امامه، یک نبی الهی است، چی میخواد؟ خودش رو فدا میکنه. الان میدونه که از من امید فرزنددار شدن گذشته، اگر میشد تا الان میشد، نشد. چیکار میکنه؟ خب الان هاجر هست، کنیز ساره است، میتونه پیشنهاد بده به ابراهیم علیه السلام با هاجر ازدواج بکنه. اما این پیشنهاد رو آیا الان در عصر و زمانه ما اگر یک بانوی، یک خانم، خواهری با شوهرش داره زندگی میکنه، فرزنددار نشدن، بله، و مشخص هم شد که مشکل از طرف خانومه و حالا مرد میخواد ازدواج بکنه به نیت فرزنددار شدن، نیتش خیره، فرزند صدقه جاریه است، فرزند به درد آینده انسان میخوره، به درد آینده همه میخوره. فرزندی که تربیت صالح زندگی باشه، چه بعد از چه مرگ در زندگی باشه. بهترین سرمایه انسان بعد از مرگش فرزند صالحه که حضرت علیه السلام فرمود انسان وقتی که از دنیا میره پرونده اعمالش بسته میشه به جز 3 نفر که یکی از اونها فرمود کسی که فرزند صالحی رو تربیت میکنه که براش دعا میکنه و فرزندانی داره و شاگردانی داره و تا قیامت این سلسله ادامه پیدا میکنه. الان آیا ما، خطابم به خواهران نیست که احیانا شوهرشون دوست داره فرزنددار بشن ولی خب نشدن، سالها گذشته، شوهر میخواد ازدواج دوم بکنه، الان دوست داره ازدواج بکنه با نیت فرزنددار شدن. حالا آیا ساره چیکار کرد؟ خب ساره میتونست بگه که نه خیر هیچی نگه، نشد دیگه، نشد، خب نشد که نشد دیگه، چیکار کنیم، نشد دیگه، خدا نخواست. شما سلیمان صاحب در حقیقت با صحبتاتون میخواین که خانم ها را، خواهرها را علیه خودتون تحریک کنین چی؟ اگر خواهری میخواد به خاطر گفتن آیات قرآن و منهج انبیاء الهی و به خاطر ذکر داستانهایی که الله متعال برای زندگی ما داره مطرح میکنه از من دلخور بشه، قبل از اینکه شون از من دلخور بشه من بهشون میگم که شما مراجعه بکن، برگرد دین خودت، ایمان خودت و
آنچه که بهش باورداری رو یک بار دیگه مرور کن. آیا اگر با انصاف مرور بکنی باز هم من رو ملامت خواهی کرد؟ بحث اینه من وقتی که صحبت میکنم این صحبت ذکر حکایت زندگی ساره است. اگر کسی بخواد ساره باشه، اگر کسی بخواد مثل ایشون زندگی بکنه و ثمراتش رو میبینه و هدف از ذکر هدف از ذکر قصه عبرت است. هدف از ذکر قصه که شما اشاره فرمودید در متافهم لقد کان فی قصصهم عبرة لاولی الالباب، عبرتی است برای صاحبان خرد. بحث منهج کسی صاحب خرده که عبرت بگیره از این حکایت ها. کسی که آینده خودش رو نگاه میکنه، کسی که احساساتش و عواطفش تابع دینشه و هیچ کسی هم نیست که بگه که من عاقل نیستم، خردمند نیستم. این مسئله حالا برمیگرده به ما در ادعا همه میگیم، اما خردمند کسی است که در احساسات و عواطف خودش رو تابع دین و باورش میکنه. القصه ساره علیه السلام به حضرت ابراهیم پیشنهاد میده که ازدواج بکنه با هاجر. ازدواج میکنه. هاجر صاحب فرزند میشه. هاجر الان دیگه میشه همسر ابراهیم علیه السلام. همسر که همسر ابراهیم میشه. داره. ساره فداکاری میکنه. ساره به خاطر به دست آوردن دل شوهرش، به خاطر به دست آوردن دل ابراهیم علیه السلام این فداکاری رو میکنه. سخته، حقیقتا قبول دارم، بر هر زنی سخته، اما فداکاری معناش همینه. فداکاری معناش همینه که من چیزی رو که دوست دارم ازش دل میکنم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به مقام رستگاری نمیرسید مگر اینکه از آنچه که دوست دارید انفاق بکنید. معنای ایثار همینه. خب یک زن میگه من فداکاری نمیکنم، اونجا خب نمیکنه، خب اون خودش به خودش ضربه میزنه. ان احسنتم احسنتم من انفسکم و ان اسأتم فلها. یعنی الان این رو ببینیم، این فداکاری رو ببینید که نتیجه چی میشه. من میخوام به نتیجه برسم. کسی که فداکاری نمیکنه منتظر باشه که ببینه چه فرصت‌های عظیمی از دستش میره و نمیدونه که دست داده. خیلی وقتا است ما فرصتی از دستمون میره و هرگز هم متوجه نمیشیم که این فرصت از دستمون رفت. و اگر یک کار نیکی رو که انجام ندادیم، نخواستیم انجام میدادیم، این اتفاقات چه بسا که برای ما اتفاق میافتاد، در تقدیر ما نوشته میشد و نشد. ببینیم که ساره با این فداکاری چه گیر آورد. بعدا ساره فداکاری کرد، هاجر صاحب فرزند شد، اسماعیل علیه السلام به دنیا آمد. از این طرف وحی شد بر ابراهیم علیه السلام که هاجر و اسماعیل رو بردار ببر به مکه. مکه که وجود نداشت، مکان مکه فعلی و مسجد الحرام فعلی در جایی که کعبه باید بنا میشد، تجدید بنا میشد. و حضرت ابراهیم برمی‌داره و حضرت هاجر و اسماعیل رو میاره میذاره و میره. حالا من میخوام داستان حضرت ساره تکمیل کنیم تا بریم سراغ حضرت هاجر و اسماعیل در مکه که اونجا صحبت زیادی داریم. این فداکاری نتیجه چی میشه؟ حضرت ابراهیم که برگشت پیش ساره، دستور الله متعال دوباره برگشت. الان فرشته ها اومدن، فرشتهایی که رفتن که قوم لوط رو میخوان هلاک بکنن اومدن به حضرت ابراهیم صحبت کردن، داخل خانه شدن و الان اومدن و صحبت کردن و غذا آورد نخوردن. نگران شد که حکایت چیه، برای چی اومدن، چرا غذا نمیخورن، نمیدونست که فرشته هستن. حضرت ابراهیم بعد گفتن ما فرشته های الهی هستیم، اومدیم تا خبر بدیم داریم بین قوم لوط هلاک کنیم. و فبشر و امرأته قائمه فضحكت، اومدن که اومدیم تو رو بشارت بدیم یک فرزندی صبور و بردبار. و امرأته قائمه فضحكت، ساره که همیشه در خدمت همسر پشت در ایستاده بود، آماده که همسر تا چیزی طلب بکنه بیاره دم در بگذاره. تا پشت پرده وایستاده ببینه خانم شوهر نازنینش ابراهیم علیه السلام چی میخواد، آماده به خدمت بشه، چون فرزندی که ندارن. خانمی که در اختیار شوهره، خدمتگزار شوهره، خواسته های شوهر براش مهمه، ایستاده، حتی قائمتون اینجا ایستاده پشت در، همونجا وایستاده که با این کسا نیانداز گذشته در خدمت ابراهیم علیه السلام. نکنه مهمونایی که اومدن ابراهیم چیزی بخواد صدا بکنه من نشنوم، بعد همونجا وایستاده. بشارت رو که میشنوه خندش میگیره، میخنده، پیش خودش میگه من در این سن و سال الله متعال فرشته ها رو میفرسته، فداکاری کرد، فدا کرد، خواسته خودش رو تحمل کرد، هاجر رو، همسر جدید و اسماعیلی که از هاجر به دنیا اومد، فرزند ابراهیم، و خودش دوست داشت که این فرزند از اون باشه، اما فداکاری کرد تا این فرزند حداقل اگر از من فرزندی نمیاد از هاجر بیاد تا خونه‌های چشم ابراهیم علیه السلام باشه. الله متعال به ساره 2 تا بشارت داد. اگر به هاجر یکی داده بود، به اسماعیل علیه السلام رو داده بود، به هاجر، به ساره‌ای که فداکاری کرده بود بعد از هاجر 2 تا بشارت داد. فبشرناها باسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. بشارت داد که بشارت باد تو بچه دار میشی، پسری به دنیا میاد، اسمش رو میذاری یا اسحاق. این پسرت باز فکر نکن که باز اون مثل ابراهیم باباش دچار مشکل شده باشه 70-80 سال بچه دار نشه، نه، بعد از اسحاق نسلش ادامه پیدا میکنه. بعد از اسحاق یعقوبی به دنیا میومد و الله تعالی خواست بعد از یعقوب یوسفی به دنیا بیاد. از نسل یعقوب تمام علمای انبیای بنی اسرائیل من جمله موسی و عیسی و داوود و
سلیمان و یحیی و زکریا علیهم السلام به دنیا بیان. همه این انبیای بنی اسرائیل به جز اسماعیل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک کلام، تمام انبیای بعد از ابراهیم علیه السلام از نسل ساره اومدن. بشارت و مژده بود. وقتی که انسان فداکاری میکنه به خاطر خدا، به خاطر اخلاص، به خاطر تقوا، با دید حکیمانه، نتیجهش اینه. نتیجهش این میشه که از نسل هاجر اسماعیل و بعدش میرسه به رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 تا پیامبر. من نمیخوام حالا درجه انبیا رو بررسی بکنم، تعداد رو میخوام ببینیم. از اون ور ساره‌ای که فداکاری کرد، الله تعالی تمام انبیای بعد از ابراهیم علیه السلام بجز اسماعیل و رسول الله صلی الله علیه و سلم همه از نسل ساره قرار میده. این نتیجه فداکاری. حالا شما که فهمیدین کسی نمیخواد، کسی نمیخواد. خب این احسنتم من انفسکم و ان اسأتم فلا. یکی میخوام بگه آقا من نمیخوام این شرف و افتخارات و این سرمایه هایی که از نسل های آینده برای من میاد. خب نمیخواد، کسی مجبور نیست، نه. ولی اینو ما باید طرح میکنیم، یعنی اینو با اون الگوها. این حکایت ساره است. اما هاجر، درباره هاجر وقتی که میریم، ابراهیم علیه السلام حضرت هاجر رو میاره در مکه میگذاره میره به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تعبیر الله متعال از زبان ابراهیم علیه السلام فرمود رب انی اسکنت من ذریتی، من آوردم اهل بیت خودم رو در سرزمین بی آب و علف. یک دشت برهوتیه، کوه، تمام کوههای، هیچی نیست. نه خانه ای هست، نه آبادی هست، نه آبی هست، نه فضایی هست، نه انسانی هست. یک دشته. باور بکنید دوست. الان مکه کمون مکه است، کوه ها کمون کوه است. الان اگر این خانه هایی که در شهر مکه است، خیابان ها رو برداریم، تصور بکنیم این کوهستان تاریک، تنها، گرما. الان حضرت ابراهیم میاد، نه در 60 کیلومتر، نه در 70 کیلومتر، نه در 100 کیلومتری، هیچ چیز هم نیست. هیچ کسی نیست. وقتی که آب نیست، حیات نیست. آب نیست اصلا در اون منطقه. آبی هم نبود وقتی که حضرت هاجر اومد. ابراهیم علیه السلام دستور داده شده از طرف الله متعال باید بیای اینجا. الله متعال میخواد از این کنیزی که الان همسر ابراهیم علیه السلام و ایمان آورده بهش و متقیه، میخواد تاریخ بسازه، میخواد اینجا شهری بنا کنه به نام مکه. این شهر رو باید یک زن بنا بکنه. این شهر رو باید هاجری باشه تا هاجر بیاد اولین ساکن شهر مکه باشه. خیلی حرفه. عجیب. خیلی حرفه. یعنی این مکه با این عظمت، با این محوریت جهان که سالانه شاهد استقبال 10 میلیون نفر از 10 میلیون زائر است، چه در عمره چه در حج است، بنیانگذارش، بانیش حضرت یک زنه، یک بانوست به نام هاجر. ابراهیم علیه السلام دارد جناب استاد. اینو باید بشناسیم. ما باید ببینیم چرا هاجر انقدر نزد الله تعالی ارج داره، مقام داره. ابراهیم علیه السلام میاد و این خود جوابی است برای کسایی که میگن اسلام برای زن ارزش و ارج قائل نشده. اونا نشناختن. مشکل ما این، همه کسانی که بر علیه اسلام صحبت میکنن، مشکل این، حالا نگیم بیچارگان، عزیزان، این عزیزان اینه که نشناختن. یعنی یا چپه بهشون گفتن، یا اشتباه بهشون گفتن، یا تحقیق نکردن، منصفانه قضاوت نکردن، بیمهری کردن در حق اسلام. اومد ابراهیم علیه السلام ایشونو گذاشت. الان ببینید چرا هاجر ارج پیدا کرد. از الان به بعد داستان شروع میشه. چرا؟ جواب ها. چرا؟ ابراهیم علیه السلام میاد یک بانو رو با یک طفل شیرخوار میاره، میگذاره کجا؟ در یک بیابان لم یزرع، هیچی هم نیست، آب هم نیست حتی. خب یک مقداری آذوقه همراه دارن، مقداری هم آب. میگذاره و برمیگرده در جا حرکت میکنه. یعنی یک خانم، یک زن، یک بانو با یک کودک یا یک طفل شیرخوار. نمیفهم شیرخوار چند ساله بودن، حالا دقیق ماهای اول شیر میخوره دیگه، یعنی به هر حال کوچکتر از 2 سال، هر چی باشه کوچکتر از 2 سال. یعنی در یک جای، در یک برهوت، در یک صحرای، در یک دشت بگذارید. در این حیوانات دارنده، هیچ چیز نیست. حیوانات دارنده در این کوه دشت احتمالش هست باشن. اینجا هر احتمالی وجود داره و این اتفاق میفته. اصلا آبی نیست، مهمتر از همه یک آب هم برای خوردن نیست. میگذاره و میره. خب الان هاجر تعجب میکنه از این کار ابراهیم علیه السلام. میره جلوشو میگیره. چی میگه بهش؟ در ابتدا مطیع است که اصلا از الان گوش کنید. از الان این هاجر چرا هاجر شد؟ از صحبتاش دقت کنیم چی میگه به ابراهیم. میاد چیکار میکنه؟ میره پشت سر حضرت ابراهیم، مستقیم میگه
الله اذن لک، آیا ابراهیم جان الله به شما دستور داده که ما رو اینجا بگذاری یا تصمیم خودته؟ نمیاد بگه آخه ابراهیم کجا داری میری؟ مرد عاقل، منو بچه رو اینجا برکری رفتی، ما رو از فلسطین کنده انداختی، 1000 و چند صد کیلومتر آوردی انداختی تو این بیابان لمیزره، این همه تو اون سرزمین شام، تو اون فلسطین این همه برکت توش بود، این همه آب اونجا بود، آوردی منو تو این دشت بیابون انداختی برهود. اگه زنهای ما در این دور زمانی ما می بودن به جای حضرت هاجر چه فحشا که نعوذ بالله نمیدادن به حضرت ابراهیم اگر شوهرشون میاد. حقیقت همینه. وقتی که بحث شوهر میکنیم، وقتی که میاره، وقتی که مطیع زن، وقتی که مطیع باشه به الله تعالی، دیگه فرقی نمیکنه که شوهرش کی باشه، مطیعه. وقتی کسی مطیع نباشه، شوهرش نوح هم که باشه تمرد میکنه. مگه زن نوح کافر نبود؟ مگه زن لوط کافر نبود؟ وقتی که مطیع نباشه انسان به الله تعالی، فرقی نمیکنه که شوهرش کیه. بحث شوهر نیست بگیم خب اون شوهرش ابراهیم بود، اگه شوهر ما ابراهیم باشه، شوهر زن نوح حضرت نوح بود، شوهر زن لوط حضرت لوط بود. وقتی انسان ذاتش بد باشه، وقتی انسان خودش تابع قرآن نباشه، تابع الله متعال نباشه، شوهر انسان هم به درد انسان نمیخوره. این بانو خودش تابعه، مطیعه، میدونه که اگر دستور الله تعالی باشه به ابراهیم، میشناسه الله رو. ببینید توکل، شناخت درست، فهم صحیح، اینا مهمه. ایمان یعنی همین، باور یعنی همین، اعتقاد به الله یعنی همین. یعنی چی؟ اون میدونه که الله همیشه با منه، معیت الله همیشه با منه. الله تعالی اگر به ابراهیم گفته باشه که نار تنها بگذار، هرگز منو تنها نمیگذاره، من از بین نمیبره. فرمود که الله اذن لک، الله به تو اجازه داد. ابراهیم علیه السلام با سر اشاره کرد بله. فرمود اذن لا یضیعنا، اگه الله گفته برو خیالت راحت باشه، ما رو ضایع نمیکنه، ما رو از بین نمیبره. توکل. چرا هاجر شد؟ ایمانش، اعتمادش به الله تعالی، توکلش به الله تعالی. هاجر در مقابل یک، از دید ما یک مرگ حتمیه. تو آب نداری برای خوردن، یک مقداری در مشکت مونده، همینه فقط. شما غذایی نداری برای خوردن، در این بیابان لمیزره تا کیلومترها به تعبیر شما کسی نیست که به دادت برسه اصلا. نه علفی هست، نه درختی هست، کوه، سنگ سخت و سفته، آبم نیست حتی. حرارت دما هم ماشاءالله الله تعالی برکت مکه بیشتر بکنه، روز روز به 55 60 درجه هم میرسه در پاری از اوقات. در زمستانش که خیلی هوا سرد میشه، پنکه‌ها خاموش میشه، کولرها خاموش میشه. یعنی زمستان هم مکه تازه میشه بهار جای دیگه. الان در این وضعیت قبول میکنه، همه اینها رو به جان میخره. ابراهیم رفت، غذا هم تموم شد. مگه چقدر بود؟ آب هم تموم شد. بچه گشنه است. وقتی مادر آب نداره، غذا نداره، شیر کجا داشته باشه؟ مادر خودش هیچی برای خوردن نداره، شیرم قطع شد. الان بچه هم چیزی برای خوردن نداره. تا اینجا رو میشد تحمل کرد، اما از اینجا بعد دیگه خیلی سخت شد. حکایت سخته. حکایت برای مادری که درش میتپه برای نازنین ابراهیم علیه السلام. از دل ابراهیم علیه السلام من نمیخوام صحبت کنم. اون کوه، اون عظمت، اون امت که چطور تو دلت اومد، چطور راضی شدی بچه‌ای رو که بعد از 90 سال الله تعالی به تو داد، چطور تو تونستی تو این بیابان لمیزره بچه و زن تو بگذاری بری؟ با کدوم دل؟ درباره ابراهیم علیه السلام من جرئت نمی‌کنم حرف بزنم، نمیتونم صحبت کنم درباره‌شون. درباره هاجر هم که نمیشه صحبت کردم چون موضوع صحبت ماست. درباره ابراهیم علیه السلام ان شاء الله در ایام حج وقت صحبتشه. درباره هاجر، حضرت هاجر الان وقتی که بچه شروع میکنه به گریه کردن، طفله، مادر نمیتونه ساکت بشینه، هیچی نیست، نه آبی هست، نه غذایی هست، نه شیری هست، بچه میخواد، هوام گرمه، چیکار میکنه؟ نشسته در جایی که الان صحن مسجد الحرام ماست، یک گوشه از این مقام نشسته، اما در عین حال یک اطمینان و آرامش داره. میدونه که یک حکمتی هست اما نمیدونه چیه. میدونه که یک برنامه‌ای هست ولی نمیدونه چیه. تلاش باید بکنه. وظیفش چیه؟ تلاش. و ان لیس للانسان الا ما سعی. میدونه که وظیفه من تلاشه، من وظیفه‌مو انجام میدم، من حرکت میکنم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. دست و دست نمیذاره اینجوری خودزانی غم بغل بگیره، من بدبخت، من بیچاره، من در به در، من فلک شده، خدا بدبخت‌تر از من خلق نکرده، شوهر من از من گرفت، من از خونه بیرون کرد، من بیچاره، من نه. میدونه که الان باید عمل بکنه، باید حرکت بکنه. بلند میشه، نگاه میکنه این طرف، یک کوه پایه‌ایه، میگه الان برم روی این، حداقل شاید پشت این
نگاه من از کنم. اونجا یک نگاهی بندازم ببینم پشت این تپه کوه کسی، آدمی، انسانی، یک حرکتی بالاخره یک چیز شاید میره بالا. وقتی که حرکت میکنه میره بالای اون تپه، بالا میره، آن با چه سختی، با چه پریشانی، گریه بچه اونجا داره، طفل شیرخوار اونجا روح مادر رو خراش میده. اون گریه اون بچه سخته برای مادر. طفل داره گریه میکنه، گشنه است، تشنه است، هوا گرمه، هیچ کسی نیست، الان میره بالا. برای خود مادرم احتمال هلاکتش هست و مرگش، چه برسه زن، چه برسه بچه که زودتر احتمالش هست. میره بالا، تلاش میکنه. اون قدم‌های مهربانانه مادری دلسوز که تربیت شده مکتب ابراهیم علیه السلام بر این سنگ تاریخ ساز میشه، میره بالا، میبینه که نه این طرف چیزی نیست. این نگاه میندازه اون طرفتر، نگاه میکنه یک تپه اونورتر است، 700 متر 800 متر اون طرفتر تپه دیگه ای هست. میگه شاید روی اون تپه امیدی هست که من برم روی اون تپه رو ببینم. میاد پایین. الان وقتی که میاد پایین میدوه از تپه. وقتی که فاصله بین این دو تپه چون زمین صافی هست، طفل گشنه است، تشنه است، گریه میکنه، میدوه، تلاش میکنه، میدوه. این قدم‌های ابراهیم علیه، این قدم‌های هاجر، یک زنه، یک بانوست، این قدم‌ها رو الله تعالی داره نگاه میکنه. فرشته‌های آسمان شاهد این صحنه، چون قراره که اینجا تاریخ ساخته بشه، چون قراره که این قدمگاه تا قیامت این مسیر ادامه پیدا بکنه. انسان‌هایی باید بیان به افتخار هاجر این مسیر رو بدون، برن بیان. اینجا صفاست و اونجا مروه است، اینا باید برن. میره روی مروه. این الصفا والمروه من شعائر الله. اینجا قرار مقدس بشه برای الله تعالی. میخواد قدمگاه هاجر رو مقدس بکنه برای تاریخ. کیه این هاجر؟ کیه این هاجر؟ چیه این ایمان؟ چیه این توکل که الله تعالی قدمگاه این رو مقدس میکنه؟ میره روی صفا، روی مروه میره، میبینه خبری نیست، دوباره میاد پایین، دوباره میدوه. شاید اونجا الان کسی دیگه ای اومده باشه، روی صفا میاد، میبینه که اینجا نیست، میگه شاید حالا از این فاصله که من اومدم تا اینجا اونجا یک مروه کسی اومده باشه. باز میره، 7 بار میره و میاد. بس باب میزنه. استاد کسانی که مشرف شدن به مسجد الحرام، فاصله بین صفا و مروه حداقلش الان که ما صاف زمین با این امکانات و این کولرها و راحتی مسیر و آبهای بین راه و حداقلش 1 ساعت طول میکشه. 1 ساعت رو طول میکشه رفت و آمد همین مسیر 7 بار. برای مادری ما که بالا نمیریم از تپه، موقع تپه بوده بالا میرفتن، پایین میومده حضرت هاجر. الان این بانو دلش داره میتپه، از یک طرف نگران فرزنده، از یک طرف نگران ابراهیمه، این بچه ابراهیمه، از یک طرف میدونه یک حکمتی هست اما نمیدونه، داره تلاش میکنه، داره میدونه. این قدم ها برای الله تعالی قدر عزیزه. یعنی با وجود تضمین جناب استاد باز هم انسانه، انسانه. ببینید اما انسان با وجود این که الله نمیدونه حکمت چیه، نمیدونه که حکمتش در کجاست، نمیدونه که این راه برون رفت کجاست، انسان باید تلاش بکنه. الله تعالی رزق رو ضمانت کرده اما راهش رو ما باید تلاش بکنیم، باید حرکت بکنیم. حرکت میکنه، میره اون طرف، میاد این طرف. در این حرکت شکایت نمیکنه، هیچ وقت در دلش نمیاد که نکنه اون طرف ساره تحمل نکرد و این بچه من که به دنیا اومد این حسودی شده باشه، این به ابراهیم گفته باشه که ورده اینا رو ببرد پیش من. نه ها، همش زیر سر اونه. ها، اون زن، اون همباغ من، یا به تعبیر دیگه هووی من، این هووی من چشم دیدن منو نداشت. ها، چرا؟ ها، میخواست ابراهیم پشیمون شده، میخواست از دست. این افکار و نظریات باطل، این بعضی وقتا وسوسه های شیطانی که احیانا در ذهن ماها میاد وقتی که الله تعالی ما رو داره آزمایش میکنه، در یک آزمایش قرار میگیریم، به جای اینکه به فکر اون آزمایش باشیم که الله تعالی داره ما رو ابتلا کرده به این آزمایش، میخواد منو ببینه که من چند مرده حلاجم، میخواد منو بسنجه. الان ما بیایم دنبال مقصر بگن ها فلانی نقشه بر من کشید، فلانی کارو کرد، خدا خونی فلانی رو خراب کنه، خدا فلان سبکم از اینجا بیام بیرون، ما میدونم چیکار بکنم. این اخلاق یک انسانی که با الله مرتبطه، دلش با الله و میدونه که تمام آزمایش هاش، تمام آنچه که براش میرسه از طرف الله تعالی، این اخلاقش نیست. جناب استاد اگر اجازه بدین در این لحظه در این یک توقف کوتاهی می داشته باشیم و برمیگردیم. بیننده‌های عزیز و گرامی و شنونده‌های ارجمند، با هم میان برنامه کوتاهی میبینیم و برمیگردیم و قصه جانانه حضرت هاجر را پی میگیریم.
بدون شک ما آن قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه می‌دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر از 1000 ماه بهتر است. فرشتگان و جبرئیل در آن شب با اجازه پروردگارشان برای هر گونه کاری نازل می شوند. آن شب شب سلامت و رحمت است تا طلوع صبح. خب بیننده های عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد خدمت شما هستیم و با ادامه حکایت جانانه هاجر علیه السلام. جناب استاد سلیمانی، از این که وقت ما بیشتر نگیرم و وقت ما هم بیشتر نمانده، تقریبا 20 دقیقه دیگر باقی نمانده، شما به آیه این الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه الی آخر الآیه اشاره کردین. اما قبل از این آیه که این آیه البته درباره گفتین درباره هاجر علیه السلام آمده، در قبل از این آیه میبینیم آیه های 153 را که خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة که در اینجا به صبر و نماز توصیه میشه. و باز بعدش میبینیم در آیه 154 ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون. این آیه این الصفا والمروه با این آیه هایی که قبل از این آمده چه ربطی داره؟ حتما یک رابطه وجود داره. الله متعال در آیه 158 صفا و مروه یا به تعبیر دیگه قدمگاه هاجر. صفا و مروه بدون هاجر معرفی شده نیست. بله. صفا و مروه اگر صفا و مروه شد، چرا صفا و مروه شد؟ ما الان چیکار میکنیم در صفا و مروه؟ هم کاری که حضرت هاجر کرد. الله متعال این بانو رو دقیقاً این آیات 153 بعد که الله تعالی درباره صبر صحبت میکنه در سوره مبارکه بقره، الذین مستعینوا بالصبر والصلاة، در آیه 155 که میفهمه شما رو امتحان میکنیم با گرسنگی، با ترس، با نقص در مالها، در جانها و در فراورده‌ها و ثمرات زندگی، بشارت بده صابران رو. بعد میفهمد الله متعال کسانی که وقتی مصیبت برسه میگن ما از الله هستیم و به الله تعالی برمیگردیم، یعنی دل همیشه با الله تعالی متعلقه. اینها الله تعالی در آیه 157 باز میفهمد درود الله تعالی بر اینهاست، رحمت الله تعالی بر اینهاست و اینها همون هدایت شدگان واقعی. ان الصفا والمروه من شعائر الله در آیه 158 متصل بر از این موضوع میفهمند صفا و مروه مقدسند، از شعائر الله تعالی هستند. چرا یک دفعه صفا و مروه بعد از این حکایت ها میاد؟ چون تاریخش. علت سوال همی بود جناب استاد گرامی که وقتی میشنیم بعض امام پیش نمازها یا اماما در مسجد وقتی میخوانن اینجا اولایی که هم المهتدون توقف میکنن، آیه بعدش این الصفا والمروه من شعائر الله را ادامه نمیتن. میخواستم بپرسم که آیا این آیات با هم ربط داره یا نه؟ ربطی که اینجا هست، ربطی که اینجا شاید در کمتر آیاتی مثل این ربط انقدر عمیق باشه بین این آیات. تمام آنچه که الله تعالی در آیات صبر و انواع صبر و انواع آزمایش ها ذکر فرمود، بعدش فرمود کسانی که صبر بکنن رحمت الله تعالی و درود الله تعالی بر آنهاست و اینها هدایت شدگان واقعی هستند. متصل در آیه 158 میفهمد صفا و مروه از مقدسات است برای الله تعالی. چرا صفا و مروه؟ به تعبیر ساده تر، هاجری که در صفا و مروه رفت، تمام آنچه که در آیات گذشته بود از امتحانات، ترس، گرسنگی، کمتر شدن یک انسان، رفتن یک انسان کمتر شد. حضرت ابراهیم 3 نفر بودن، یکی رفت کم شد، یک نفرشون کم شد.
ترس از ثمرات، فرزند ثمره زندگی داشت از بین میرفت. همه این آزمایشات رو هاجر انجام داد، صبر کرد، جزع و فزع نکرد، ناشکری نکرد، کفران نعمت نکرد، توکل بر الله تعالی کرد، رحمت الله تعالی شامل حالش شد، درود الله تعالی بر او بود و اینها همون هدایت شدگاه هستند. و الله تعالی انقدر این بانو رو در این امتحان موفق دید و انقدر پسندید و انقدر این در این امتحان و آزمون موفق بود که قدمگاهش شد مقدس. الان مردم باید برن، هر کی میره برای عمره یا حج باید بره قدمگاه هاجر رو، مرد و زنش باید برن از ارکان باید برن اینجا رو طواف بکنن. الله تعالی فرمود طواف باید بکنن جای پای هاجر رو، جای پای این بانو رو. زنها در جایی که هاجر دوید زنها نمیدونن، هاجر دوید به نمایندگی تمام زنهای تاریخ. هرچی مرد باید بدوه، اینجا همه مردا باید بدون. ای مردها باید بدوید، باید یاد بگیرید تلاش رو از هاجر، باید زحمت رو، باید استقامت رو، باید صبر رو. هاجر تنها برای زنها الگو نیست، برای مردها الگوتره تا برای زنها. مردها الان باید بدون جایی که هاجر دوید، زنها نیازی نیست. یک نفر به نمایندگی از همه شما دوید، انقدر از این بود که به حساب همه شما همون یک نفر بسته. الان بعدش الله متعال زمزم رو هم بهش هدیه داد به حضرت هاجر. همین که میدوید یک دفعه دید زیر پای اسماعیل اون طرف آب داره میجوشه. وقتی که دل با الله متعلقه، وقتی توکل به اوج میرسه، وقتی که صبره، وقتی که زبان تابع دله و دل تابع ایمانه، اون موقع این انسان الله تعالی از جایی که هیچ گمانش نمیره آبی میفرسته که در عالم به مانند خودش نداره. به والله اگر در کره زمین آبی به مانند آب زمزم کسی بتونه پیدا بکنه. و الله تعالی این آب رو هدیه داد به اسماعیل و به مادرش هاجر و آبی که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود در او شفا است. به هر نیتی که خورده بشه ادا میشه. یک آبی که به عنوان تبرک ما اون رو استفاده میکنیم و میخوریم. آب زمزم رو هدیه داد به هاجر، صفا و مروه رو مقدس کرد. و این آب الان وقتی که جوشید، قوم اومدن، قافله اومد، دید اینجا آبی هست، نشستن، اینجا شهری شد، قبیله جرهمی اومد، اسماعیل از اونها زن گرفت، اینجا شد شهر مکه. و شهر مکه رو بنا کرد هاجر با تلاش های خودش، با صبر خودش، با استقامت خودش. مکه تاریخش مدیون هاجره. تاریخ مکه برمیگرده به اون بانو. و اگر بخوام طولانیش بکنیم انقدر برگ‌های زرین هست فکر کنم که وقتی ما بیشتر هم تقریبا 15 دقیقه بیشتر وقت نداریم و من میخواستم که حتی به درس‌های برگرفته شده، درس‌های نهفته و عبرت‌های نهفته که البته الحمدلله شما در خلال صحبت‌هایتان به برخی از اونها اشاره کردین. فقط یک سوال دیگه که باقی مونده بود بازم در ارتباط به حضرت هاجر. حضرت هاجر چطور توانست، چطور طاقت آورد که یگانه عزیزش، فرزندش اسماعیل به شوهرش حضرت ابراهیم تسلیم بکنه برای ذبح، برای کشتن؟ وقتی که حضرت ابراهیم در خواب دید که اسماعیل رو ذبح میکنه، به خود اسماعیل گفت من در خواب دیدم که تو رو ذبح میکنم، تو چی میگی؟ گفت یا ابت فعل ما تؤمر. خیلی چی که بهت امر شده انجام کن بابا جان. ابت فعل ما تؤمر یعنی چی؟ بابا جان بیا سر منو ببر. این بچه هاجره. این شیر هاجر رو خورده. استخوان اسماعیل با شیر هاجر تربیت شده. چرا نباید هاجر اینجوری باشه که مادرش هم این کارو کرد؟ خودش رو فدا کرد برای دین. داشت امید در حقیقت فدا بود. اسماعیل وقتی که این حرفو زد، شیطان رفت پیش هاجر خبرداری که بابا ابراهیم پسر تو رو برده بکشه. حضرت هاجر فرمود مگه پدری هم پسر خودش رو میکشه؟ گفت ابراهیم فکر میکنه که به شکل انسانی رفت. ابراهیم فکر میکنه که خدای او به او امر کرده. گفت اگر خدای او به او امر کرده این حرف شیطان بود. این حرف شیطان بود. گفت ابراهیم به فکر میکنه خدای او به او امر کرده که اسماعیل رو سر ببره. گفت اگر خدای ابراهیم به او امر کرده باید سر ببره. گم شد شیطان و شروع کرد چند تا سنگ برداشت زد و امروز همه به یاد هاجر سنگ میزنیم. در اون سه جایی که جمره اولا و وسطا سه تا جمره که هست، یکیش مال هاجره. هاجر سنگ زد، به یاد هاجر ما هم سنگ میزنیم به سمت شیطان. یک بارم خود حضرت ابراهیم سنگ زد، رفت تا ابراهیم رو وسوسه بکنه، بچت تنها بچت انقدر عزیزه، عمری ازت گذشته، پیش اسماعیل رفت، بابات میخواد تو رو بکشه، مواظب هستی میدونی. اسماعیل هم به سنگ زد و ناامید شد. هاجر، اگر در وصف هاجر بخوایم دقت بکنیم، من چون گفتیم که فقط اشاره داریم میکنیم، بله و دقیقاً من تقاضای من از خودم
اول از خودمون این تقاضا رو داریم و مجموعه خودمون و همه بینندگان و شنوندگان عزیزی که صدا و تصویر ما رو دارن که درباره این شخصیت‌ها بشینیم فکر بکنیم، تحقیق بکنیم، بررسی بکنیم. یک بانویی که مکه رو بنا کرده، یک بانویی که مشاعر مقدس صفا و مروه علیه السلام مقدس کرده به خاطر قدمگاه هاجره، شایسته است که بانوان ما و خواهران و مادران ما، همسران ما از اینها یاد بگیرن، از این شخصیت و از این کار بکنن. و گرچه درباره هاجر بخوایم صحبت بکنیم ما جناب استاد در تاریخ اسلامی از حضرت حوا گرفته زنهای بزرگ، زنهای زیادی در تاریخ داشتیم غیر از این زنهای قرآنی که امروز شایسته است خواهرای ما، شایسته است زنهای امروز درباره از اینا تحقیق کنن به جای از اینکه برن پی نمیفهم ستاره فلانی یا علانی که والله ستاره نیستن، در حقیقت تاریکی بیش نیستن، برن دنبال ستاره های حقیقی. اگر بحث از ستاره کردید اجازه بدید اگر در چند دقیقه که باقی مونده به در بفرمایید در میشه در آسمان ستاره آسمان بانوان صحبت بکنیم درباره ادامه بحث ما. خوب است که درباره چون بحث ستاره کردید من میخوام اینو بگم. شما از ستاره اشاره فرمودید، من میخوام ببینم آیا واقعا منصف باشه ستاره‌ای به مانند آسیه همسر فرعون در تاریخ بوده یا نه؟ من خیلی گذاره فقط سریع میگم. الله متعال در آیه 10 سوره مبارکه تحریم وقتی که مطرح میکنه میفهمد ضرب الله مثلا للذین آمنوا، برای مؤمنین یک مثال زده، یک الگو معرفی میکنه، یک نمونه. امرأة فرعون، زن فرعون، اسمش هم نمیگیره. خب اینجا سوال هم اینجاست که چرا از حضرت مریم مثلا صریح یاد میشه اینجا از حضرت گویی که الله متعال رسول صلی الله علیه و سلم در احادیث اشاره فرمودن به اسم همسر فرعون که آسیه است. در روایت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که از مردا خیلی به کمال رسیدن، از زنها فقط 4 نفر به کمال رسیدن که یکیش آسیه است. آسیه همسر فرعون. الله متعال اشاره میکنه میگه که آسیه، میگه زن فرعون، تا بگه آقا این زن عادی نبود. با فرعون معرفیش میکنه، زن فرعون. فرعون کیه؟ فرعون کسی است که ادعای خدایی میکنه، میگه انا ربکم الاعلی. فرعون کسیه که تاریخ نویسان معاصر ما حتی قدیما کجا خود در طول تاریخ ما نداشتیم کسی مثل فرعون زمان موسی علیه السلام با اون حکومت، با اون قدرت، با اون شوکت، با اون دامنه سیطره سیاسی و اقتصادی و با اون ظلم و جنایتت. فرعونی که انا ربکم الاعلی خودشو خدای بزرگ میدونه. فرعونی که الان علی ملک مصر، فرعونی که اهرام مصر شو ما الان در حیرت موندیم که الان این اهرام مصر چطور ساختن اینها، این فراعنه مجموعهشون. فرعون کسیه که ثروت ها داره، قدرت داره، توانایی داره، سیاست داره، سیاستش ظالمانه است ولی داره، به حدی که در محدوده حکمرانی این کسی جرئت نمیکنه که بگه بالا چشم تبروه، خودش رو خدا میدونه. دستور داده تمام فرزنده هایی که به دنیا میان همه باید کشته بشن از بنی اسرائیل، چون خواب دیده که یکی از این فرزندان بنی اسرائیل تمام ملک و پادشاهی این رو برباد میده. دستور داده هر چی پسر به دنیا میاد کشته بشه. تمام زنهای اینا به کنیزی و بردگی گرفته بشن. هیچ کسی نمیتونه پشت سر این حرف بزنه. این فرعون کاخ داره. بریم داخل کاخهای فرعون یه دوری بزنیم با هم. کاخ قدرتمندترین پادشاهی فرعون در وقت که من میگم در طول تاریخ به مانند فرعون ما نداشتیم که همچین حکومتی داشته باشه، همچین قدرتی داشته باشه، همچین توانی داشته باشه و ادعای خدایی بکنه کسی حریفش نتونسته بشه. این کاخها داره. در این کاخها شما هر نعمتی بخواید هست. من میخوام مکانی که زن فرعون زندگی میکنه رو ترسیم کنم. ملکه آسیه. این خیلی مهمه. شناخت فضایی که آسیه زندگی میکنه مهمه برای ما تا بدونیم که این کی بود. آسیه زن عادی نیست. یک قصرهاییست، نه یک قصرهاست که بقایاش الان باقی مونده برای ما که باور بکنین در تخیل ما نمیگنجه که چطور ساختن اینو. الان برای ما کار مشکلی ساختن اینو. تمام نعمت ها هست، تمام شهوت ها هست، قصر در قصر، باغ در باغ، نعمت در نعمت، نوکر و غلام و کنیز به هزاران ریخته. کسی جرأت نمیکنه به این بانو که ملکه مصر که قدرتمندترین زن دنیای خودشه بگه بالا چش تبروه، زن فرعونه، ملکه است. ما درباره ملکه مصر صحبت میکنیم.
ما درباره زنی صحبت میکنیم که در دنیا مثل خودش نداشته، در تاریخ مثل خودش، در ایمان، در تقوا، حالا این بحث دوم دوره دوم زندگیشه، در تاریخ مثل خودش این قدرتی که این زن داشته، ثروتی که این زن داشته، مکانتی که این زن داره، اون جایگاه اجتماعی که این زن داره کسی نداشته. زن فرعونه. الله تعالی میفهمد امرأت فرعون، حواستون باشه این زنی که من دارم براتون مثال میزنم زن فرعونه، زنیه که در جمال کم نداره. فرعون وقتی زن انتخاب میکنه به عنوان پادشاه مصر، هر کسی رو که انتخاب نمیکنه دیگه، در جمال مشخصه، از این که زن فرعونه مشخصه که در جمال کم نداره، در کمالات کم نداره. این زن در قدرتمندترین زن دور زمانی خودشه، در ثروتمندترین زن دور زمانی خودشه، چون زن فرعونه و محبوب فرعون هم هست. فرعون اینو دوست داره، شدیداً هم دوست داره. چرا؟ دستور داده هر چی بچه است کشته بشه. از اون طرف موسی علیه السلام به دنیا اومد، الله تعالی اراده داره که موسی زنده بمونه، در قصر فرعون هم باید تربیت بشه. مادرش رو امر میکنه، الله تعالی الهام میکنه به مادر موسی که اینو بنداز داخل یک گهواری، بذار داخل یک قایق کوچکی، بنداز به آب، کاری نباشه، من برمیگردونم اینو به تو. حالا مادر موسی رو به جای خودش تقواش و توکلش و دیانتش اون خودش بحث داره، میره آب میبره این قایق رو، این گهواره رو داخل قصر فرعون، کنیزا میگیرن میارن بچه نازنین موسی علیه السلام، در حالی که دستور داده شده که هر چی بچه است کشته بشه. میارن به محضر آسیه. آسیه میبینه بچه نداره. آسیه و فرعون بچه دار نشدن. اینو میاره نگاه میکنه، خوشش میاد، میاره پیش فرعون، میگه که وقالت امرأة فرعون در سوره قصص الله تعالی فرمون این رو گفت که قرة عین لی ولک، این خنکای چشم من و تو میشه فرعون، نور چشم، لا تقتلوه، نکشش، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، امیده که انشالله این به نفع ما بشه، اینو به عنوان پسرمون انتخاب میکنیم. فرعونی که دستور داده بلا استثنا همه باید کشته بشن، اینجا میگه باشه، حرف آسیه رو قبول میکنه. اینجا نشانه محبت. اگر دوست نداشت چطور این بچه رو قبول کرد؟ بچه که میدونه از بنی اسرائیل دستور شاهی بود، همه رو داشت میکشت، اما چون میبینه که اینجا خانمش اینو دوست داره، به خاطر به دست آوردن دل آسیه محبوب فرعون بود. ثروت داره، قدرت داره، مکانت اجتماعی داره، جمال داره، محبت همسر رو داره، زنی که در عصر خودش هیچ کسی برابری نمیکنه با این زن. این زن موسی علیه السلام رو تربیت میکنه در کنار مادر موسی در قصر فرعون، به عنوان پسرخوانده آسیه بزرگ میشه. موسی یک اتفاقی میفته، ناخواسته کسی رو میزنه، میکشه، فرار میکنه، میره به مدین، میره اونجا زن میگیره از حضرت شعیب، 10 سال اونجا میمونه، برمیگرده پیغمبر میشه، میاد رسالتش رو شروع میکنه. الان رسالت آغاز میشه، پخش میشه رسالت موسی علیه السلام، خبر میرسه به ملکه مصر، به بانوی بانوان مصر، به یگانه قصر مصر، خبر میرسه به ثروتمندترین زن مصر، خبر میرسه به مرد زن آهنین مصر، خبر میرسه به مادرخوانده موسی، خبر میرسه به عزیز فرعون. فرعون از همون روز اول جنگ و دشمنی خودش رو شروع میکنه با موسی و اتباع موسی، تهدید میکنه، میزنه، میکشه، جادوگرا رو میاره، جادوگرا ایمان میارن، جادوگرا رو یکی یکی میکشه، اینا رو همه رو از بین میبره. هر کی ببینیم خط سرخ موسی، چون که ایمان به موسی یعنی زوال ملک مصر، یعنی از بین رفتن پادشاهی این ظالم، این متکبر، این مغرور، این فاسد، این انسان ظالم متکبری که هیچ کی رحم نمیکرد. میدونست که اگر موسی دعوتش گسترش پیدا بکنه تمام ملک و پادشاهیش از بین میره، همون خوابی که دیده بود. الان یک دفعه میاد میبینه که محبوبش آسیه صحبت‌هایی میکنه که به مزاج فرعون سازگار نیست، داره حرف از ایمان به موسی میزنه، داره حرف از تبعیت از موسی میزنه، داره حرف از همراه شدن با دشمنان فرعون میزنه. ایمان دعوت میرسه به آسیه. آسیه کیه؟ آیا زنی هست در جمال آسیه و در مالش و در ثروت و مقامش در دنیای ما؟ واقعا آیا واقعا زنی هست به این مقام؟ نه خیر. چی کم داشت؟ آسیه چی کم داشت؟ جمال نداشت، پول نداشت، ثروت نداشت، قدرت نداشت، شهوت و آزادی های دنیا رو نداشت. چی کم داشت؟ ستاره خود با یک اشاره تمام مردم مصر رو از این طرف و اون طرف میکرد. با یک اشاره هزاران نوکر و کنیز در خدمتش بودن. نه وجود نداشت در زندگی آسیه. اما آسیه چی فکر میکنه؟ وقتی در قصر خودش راه میره، وقتی در کاخ راه میره، یک نگاهی به این کاخ میندازه، میگه من چند سال تو این کاخ زندم،
50 سال، 100 سال، 200 سال، بعدش چی میشه؟ بعد که مردم چی میشه؟ تا کی؟ این نعمت دنیا تا کی برای من میمونه؟ این جمال تا کی برای من میمونه؟ این خدمتکار و نوکرها تا کی برای من میمونه؟ این مکانت اجتماعی تا کی برای من هست؟ این قدرت سیاسی رو تا کی من دارم؟ تو قبل چیکار میکنم؟ بعدش چیکار میکنم؟ بعد از مرگش چیکار میکنم؟ این انسان حکیم میاندیشه به این مسئله، به آینده نگاه میکنه. الان ایمان میاره و میدونه که اگر ایمان بیاره تمام اینها رو که از دست میده. چی؟ فرعون رحم نمیکنه بهش. میدونه که فرعون مغرور متکبر غرور و تکبرش بر عشقش غالبه. میدونه که درسته که منو دوست داره، اما اینجا که دیگه ترس از ملک و پادشاهی و قدرت و ثروتش هست، اینجا دیگه به منم که عزیزشم رحم نمیکنه. میدونه اینو، میشناسه شوهرش، ولی ایمان میاره. اجازه بدید که یه گذری بکنیم به قصر فرعون. در اون روزی که الله تعالی داره از ما تصویر میکشه، ما که ندیدیمش، الله تعالی برای ما تصویر کشید. اگر الله تعالی برای ما به تصویر نمیکشید، به والله اگر در قرآن کریم به احادیث رسول صلی الله علیه و سلم این حکایتا نمیبود، من یکی که قبول نمیکردم که زنی با این زیبایی و کمال و جمال و قدرت و ثروت و امکانات به همه اینها پشت بکنه. الله میفرماید کرد این کارا. اومد وارد قصر بشیم با شما تا اون صحنه رو که الله به تصویر میکشه ببینیم. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه. به یاد بیار اون لحظه ای رو که میگفت خدایا یک خونه نزد خودت، قصری نزد خودت در بهشت برام درست کن. و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. نجات بده من از دست فرعون و از دست این قوم ظالم. این کدوم صحنه است؟ تو قصر همه چیز برخوردار. ببینیم تو قصر این کدوم صحنه است؟ وقتی وارد قصر فرعون میشیم، میگردیم این طرف اون طرف، همه سمت راست همه آسیا رو میشناسن. کسی نیست اینجا آسیا رو نشناسه، کسی نیست که احترام نداشته باشه بهش. اما وقتی که انسان میره در گوشه این قصر، میبینیم که بانوی رو به میخ کشیدن، 4 دست و پایش رو به میخ کشیدن و فرعون خودش با تازیانه داره این رو میزنه. هرگز گمان نمیکنه انسان که این بانویی که اینجا داره شلاق میخوره ملکه این قصر بود. شاید در ابتدا انسان گمان بکنه که یکی از کنیزانیه که در این قصر تمرد کرده، یکی از کنیزانیه که دزدی کرده، کار بدی کرده، اما هرگز گمان نمیکنه انسان که محبوبه فرعون، ملکه مصر، ملکه این قصر، بانوی مصر الان در 4 میخ به دست و پاش کشیدن در گوشه ای از این قصر. کنیزانی که تا دیروز به اشاره این نمیتونستن حرکت بکنن، تا ملکه وارد میشد آسیه میترسیدن، دست و پاشون به لرزه میافتاد که ما رو اخراج نکنه، بلای سر ما در نیاره. امروز افتاده جلوی پای کنیزان و جلوی چشم کنیزان و بردگان. فرعون خودش شروع کرده و داره زجرش میده. به چه جرمی؟ گفته آمنت بالله، گفته ایمان آوردم به الله تعالی. فرعون میگفت انا ربکم الاعلی، گفت نه خیر، تو نیستی، الله که تو رو خلق کرده و ملک تو رو خلق کرده. همه اینها رو پشت کرد. امروز به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ امروز خواهری میاد میگه چرا حجاب نمیکنی؟ شوهر من نمیگذاره. شوهر من نمیگذاره. مادری رو میگیم چرا عروسی دخترت اینجوری گرفتی؟ والا شوهرمون قوممون اجازه نمیدن. والا قوم نمیگذاره. والا عادات رسوم نمیگذاره. والا من داخل شهر برم نمیدم روسری سر بکنم، این کارو بکنم، به من میگن عقب مونده، به من میگن بی سواد، به من میگن متحجر، به من میگن فلان. آسیه کجاست و ما کجاییم؟ به والله هیچ مردی در تاریخ ظالمتر از فرعون نیست و هیچ زنی در امکانات و جایگاه و ناز و نعمتش به آسیه نمیرسه. آسیه رو به میخ کشیدن، دارن میزننش. فرعون داره میزنه، داره زجر میکشه، بهش میگه برگرد، بهش میگه برگرد از راه موسی قصری برات میسازم، یک خشتش از طلا و یک خشتش از نقره. میساخت فرعون. برمیگشت فرعون گهرامات ساخت میساخت. اما آسیه کیه؟ به والله انسان وقتی در مقابل این زن قرار میگیره، سر تا پای وجود انسان رو شرم میگیره، عرق شرم انسان رو خیس میکنه، بدن انسان رو. کی بود این زن؟ این همه امکانات، این همه نعمت، خودش رو در مقابل قتل قرار داد، قبول کرد. بهشت الله تعالی رو در زیر تازیانه های فرعون لحظه به لحظه داره جان میده. بانوی عزیزی که
موسی رو تربیت کرده، برای حفظ بانویی که جرئت نمیکرد کسی بهش چیزی بگه فقط به خاطر ایمانش، به خاطر دینش، براش ارزش داره، براش زیباست. چیکار میکنه؟ میاد الان ما اگر خانومی بیاد بگه بعد از اینکه کسی آسیه رو شناخته باشه که الله تعالی میگه الگوی برای همه شما مرد و زنها، برای مؤمنین، آسیه رو خانومی بشناسه، بعد بیاد بگه که من شوهرم اینطوره، شوهرت هر چی بد باشه از فرعون بدتر نیست، شوهرت هر چی بد باشه بدتر از اون ظالم نیست، و تو هر چی ناز و نعمت داشته باشی بیشتر از زن، بیشتر از آسیه نداری. توجیه نمیشه برات که برگردی از دینت، رعایت نکنی دینت رو. در زیر تازیانه های فرعون آخرین لحظاتش رو فقط الله تعالی این لحظه رو برای ما با تصویر کشیده که چی میگه؟ اون لحظه‌ای که داره از دنیا میره، قبل از اینکه از دنیا بره میگه خدایا قصری نزد خودت در بهشت برای من، اول نمیگه که فل جنه، میگه اول میت تو رو میخوام، رب ابن لی عندك بیتا، اول میت تو رو میخوام بعد بیتی میخوام در جنت و منو نجات بده. در همون لحظه الله متعال پرده های آسمان رو کنار میزنه و آسیه میبینه قصر خودش رو در بهشت و با لبخند از دنیا میره و به قصر خودش در بهشت. تشکر استاد گرامی. در این لحظات وقتی برنامه ما هم به پایان رسید، ما هم از خداوند میخوایم که رب ابلنا عندك بیتا فی الجنه و نجنا مما نحن فیه. در پایان برنامه از جناب استاد سلیمانی عزیز جهان سپاس و امتنان دارم و همچنین از شما که تا این لحظه با ما بودین و از تک تک شما عزیزان به خصوص خواهرای گرامی این آرزو را دارم که مطالعه بکنن، تحقیق بکنن درباره این الگوها و این ستاره های درخشان آسمانی که در حقیقت ستاره نه که بلکه خورشیدهایی بودن که تاریخ را مزین ساختن، تاریخ را روشن کردن و امیدواریم که از زندگی از اینها، از زندگی بزرگزنها در زندگی خود ما بهره ببریم و دنبال رو این چنین زنها و بزرگ زنها باشیم. تا دیدار آینده و برنامه دیگر همه شما را به پناه الله متعال می سپارم. خدا یار نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. جزاکم الله.